ویژگی ها، شرایط و جنبه های ابتلا چیست؟ در ابتلا و امتحان باید نقطه مجهول گنجانیده شود تا میزان قابلیت موجود مورد ابتلا روشن شود. برای مثال اگر حضرت ابراهیم علیه السلام از ابتدا می دانست گوسفند بهشتی فدای اسماعیل علیه السلام می شود، به دست گرفتن کارد و کشیدن بر گلوی فرزند کدام کمال و هنری نبود. اهمیتش در این بود که تا آخر بپندارد این کار باید انجام شود و اراده جدی خداوند است. چنان که هنگام پرتاب شدن در دل آتش می بایست از گلستان شدن آتش در پایان ابتلا بیخبر باشند، وگرنه تسلیم و رضا ابتلا دشوار نبود. پس یکی از ویژگی های ابتلا مجهول بودن است. ابتلا باید به گونه‌ای باشد که توان پاسخگویی وجود داشته باشد. مثلا هیچگاه حل فرمول های پیچیده ریاضی را از یک متعلم صنف اول نباید پرسان کنید. از این رو اگر خداوند 1000 ابتلاهای انبیا و اولیا را از ما به عمل آورد، همان اول ناکام می شویم. پس ویژگی دیگر ابتلا این است که متناسب با حالت افراد است. ابتلا با کدام شرایط صورت می گیرد؟ خداوند بالاتر از تکلیف کسی را ابتلا نمی کند، لذا ابتلا باید به اندازه ظرفیت وجود شخص ابتلا شونده باشد. اگر انسانهای عادی به اندازه ابتلای پیامبران و اولیای خدا ابتلا شوند، مشخص است که از همان ابتدا ناکام می شوند. چون ایمان قوی ابراهیم می خواهد که به سربریدن فرزند دلبند خود ابتلا شود، در حالی که ما طاقت خون شدن بینی فرزندمان را نداریم. ابتلا شونده باید ابزار شناخت را داشته باشد. عمده‌ترین ابزار شناخت از دیدگاه قرآن عبارت است از گوش، چشم و عقل است. بشر باید این ابزار را داشته باشد تا مورد ابتلای الهی قرار گیرد. در سوره انسان بعد از آن که می فرماید ما انسان را امتحان می کنیم، بلا فاصله می فرماید او را شنوا و بینا قرار دادیم. مسئله دیگر این که ابتلا شونده باید از قدرت انتخاب و اختیار برخوردار باشد تا بتواند در ابتلای الهی یکی از دو حالت سپاسگزاری و کفران را انتخاب نماید، و الا بدون داشتن اختیار و انتخاب ابتلا مفهوم ندارد. موضوع دیگر هدایت است. مطابق قاعده رحمان بر خداوند واجب است که بشر را هدایت و راهنمایی نماید و راه راست و کج را برای او توسط اولیای الهی و پیامبران ترسیم کند تا ابتلا شوند، راه را از چاه بشناسند و با قدرت خیش یکی را برگزینند. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد و یا کفران کند. ابتلا جنبه های مختلفی دارد که اگر به این جنبه ها توجه شود، مسیر زندگی بشر عوض خواهد شد و از درد و رنج ناله و فریاد نمی کند، بلکه خدا را سپاس می گوید. ابتلا پروسه‌ای برای کمال انسان است. با طی نمودن پروسه ابتلا انسان پخته می شود و گناهان او پاک می شود و انگیزه هایش خالص می شود و در عملش احسان پیدا می شود. ممکن است انسان دچار لغزش هایی شده باشد که پیامدهای تلخی به دنبال آورد. ماندن آنها برای آخرت خیلی سخت است. اگر بتوان آنها را در این دنیا تسویه کرد، کار بسیار عالی است. ابتلا مقام انسان را در جنت بالا میبرد. همیشه ابتلا به معنای گناهکار بودن فرد نیست. گاهی خداوند برای این که درجه کسی را بالا ببرد او را ابتلا می کند. اینجاست که راز ابتلای انبیا و اولیای الهی مشخص می شود. در حقیقت ابتلا برای پیامبران و اولیای خدا به خاطر بلند بردن مقام آنها در جنت است. پس خداوند به ما توفیق بدهد تا زندگی را ابتلا بدانیم و در پی کسب رضای خدا باشیم.